سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال یوتیوب مانستوری. توی این ویدیو اومدیم با ادامه گیم پلی هاوس آف تیف. من خودم خیلی از پارت 1 خوشم آمد و تصمیم گرفتم پارت 2 شم بذارم. یهو دیدی پارت 3 شم گذاشتم، بس به تعداد محلاش داره. خلاصه که در تو گیم که ویدیو میبینید لایک و سابسکرایب یادتون نره و بریم برای سرقت بعدی. بسیار عالی. ما یادتون باشه و اگه پارت قبل دیده باشید برید ببینید، بعد اینو ببینید. دنباله هم نیستم ولی به هر حال ببینید. اینجا بودیم که تصمیم شد دیگه ویدیو نگیرم و الان بگیرم. خب یه شاپینگ لیست ما داریم. با این شاپینگ لیست مثل این آیتم هایی که داریم ما باید بریم بدوزیم. خلاصه بگم حاجی ماشین توی گاراژ رو میخوایم بدوزیم. چجوری؟ الان توی این گاراژ ماشین میخوایم بدوزیم. یه کلید ماشین میخوایم، یه کلید برای گاراژ، در قفل شده گاراژ میخوایم. فقط میخوایم ماشین رو بدوزیم به صورت کلی. در اصل قفل نردبون داره باز. من کسی که در اصلی قفل میکنه چرا باید نردبون یهو بذاره؟ من بگردم ببینم در قفل شده گاراژش کو. ما الان دنبال این داریم میگردیم. کسی نیست انگار. واقعا کاش کسی نباشه، خیلی سخت میشه کسی باشه. وای کسی هست دید که منو زارت. عیب نداره، اصلا عیب نداره، ما میریم بالاخره. او یارو بازی میکنه. حاجی چند نفرن تو خونه؟ اینا همونه دیگه. کلا پوینت این لول اینه که، هدف این لول اینه که ما یارو توش بودم. من احساس میکنم توی تاقچه دیگر طرف اون شده دلغک. نه میکروفون رو بردیم یهو دیدیم کیفیت صدامون بهتر شد، صدای این کامپیوتر کمتر. دفعه قبلی مسخره میشه. این چی؟ شمه. این هنتر که داره بازی میکنه، این که هیچ. اینجا چه خبره؟ فهمیدم که ما سیفون رو بکشیم میان. وای صدا میاد. در رو ببند. خب خب الان از پنجره که اومدیم فرار برو بیرون. خب خیلی لول سختیه. درم وک شد. درم حاجی از دستش در رفت. حاجی از دستش در رفت. 100% یه راهی هست که گمش کنه. قایم شد دیگه. ای بابا تش باید برم اینجا، بعد این میاد، بعد این میره اون و خب تا این میره اون و من فرصت دارم چیکار کنم؟ برم پایین رو بگردم. پایین کشو داریم بازم نمیشه. بطری داریم اینم باز نمیشه. شکستیه. کلید اون گاراژ باز کردم. اشمام گاراژ باز کردم. سویچ عجب ماشینی هم هست. الان ببین من کلید رو برداشتم، فقط من کلید ماشین رو پیدا کنم و ماشین رو بردارم برم. خب خدای خوبه. چه کلیدیه؟ کلید گنج هفته قدیمه. یه جا قایم شو. خب این الان میاد اینجا. کرانچ هم نداره. سری رفتم بالا. سری رفتم. خب من الان کلید ماشین رو از کجا پیدا کنم؟ خب حاجی کلید ماشین پشما. وای واه اسکیپ د پلیس. شیت این دیگه چیه؟ ما نیت فور اسپید که بازی نمی کنم. پلیسی ها از کجا آمدی که شد؟ وای 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 گیر افتادم. نه گیر نیفتادم. اصلا باخت نداریم.
وای 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 رانندگی اونجا پلیسی گیر کرد پلیسی گیر نکرد حاجی دیگه فقط اسکیپ پلیسه دیگه نمیخواد دوباره ماشین رو بروزی اشمام بری گمشین اون و پلیس دنبالمه نزن تو من نه بپیچین من نزن نکد رفتم نه یا اینقدر دنبالم با هیچی نمیدم الان زیرت میکنم این چه اینجوریه بابا این قرار بود نیت فور اسپید بازی کنم که نمیومدم اینو بازی کن وای برو چجوری من اینو اسکیپ کنم آخه نمیره وای رکب خوردم این تش بسته بود عجب شهر کوچیکیه خب بلکن برو دیگه یا همینا میخواستی نه بالا گاراژکی بالا یا اینا گاراژکی کلید ماشینم به باره بگردم اگه دم دسته که برش دارم حله گاراژ رو با کردیم حالا بگرد دنبال اون نه کلید گاراژ کلید باشه خب وای داره میاد اومد که بودو یارا میاد کلیدم نداره اینجا پیدا شد کلیدو برداشت خوبه منو ندید دیگه فقط مونده از دست پلیس سوال کنم او میشه دیگه ببین توژنم نداره چی نداره چرا اینجوری شدی و آگه صداش دور شد 8 لول رفتیم تو 2 دقیقه و 30 ثانیه الان یعنی لول 5یم ها این یعنی لول 6 یا 5 سطر چرا داریم تو کامیونمون این که شبیه همون چیزاست که منطقه خونه خیلی بزرگتره 100% خونه خیلی بزرگتره و احتمالا 4 تا آدم هم توشه و همه دراش هم قفله برگر رو چرا نمیشه برداشت خدایی لول 1 هیچی نداشت برنج آچو ابزار چیزی دیگه نداریم ابزار چیزی دیگه نداریم ابزار دیگه چیزی نداریم آدم هم داره این خونه وای شت خب چیا رو برداشتیم گلدن چلیس کم گردم هم ترین اسباب بازی این دفعه بره نمیده کیک نمیخواد کیک نه ولی نون چه نون اوی بیدار شد دونات نمیخواد شم از کجا پیدا کنم یادمه که خواستم میرم حداقل 3 تا در قفل بود در دشویش قفل کرد صابون میخواستیم صابون برداشتیم یا با این کلید بینیم همه رو با میکنیم خب کلید رو یه جا انداخت این که شما باز میشن ظاهرا این که شما هم واک کنیم ببینیم بالاخره نه واقعا دیگه چیزی دارم
کنترلرم وایستاده کلیده دیگه چرا انداخت آل بریم بالا چیز کو شم نیاد دنبالم رو یارو نوبه در سطح من نیست که این کنترل من نبود نه نبود شم هم نبود کیلو وردا کلید کن کلیدم چی شد پشمام اینا دیگه چی بود یا پای من ریس نمیکن خب حل یه الماس میخوایم با این ماهیتابه با شم الماس ماهیتابه شم آدم میشه دیگه یه الماس ماهیتابه شم هیچ ربطی هم ندارم الماس باید یه ماهیتابه مونده با شمت کو یه اینجا ببینم انتر خوب رفت مثل شم وای کلید اندراب کردن وای کلید سمانی بکنم هم نیاد اصلا آره وای ماهیتابه پدر سگو بردار بره فقط یه چیز مونده اونم شمه وای اینو تره داشتم میرفتم شمه کجاه شمه آجه شمه گرفتم در 8 دقیقه و 18 ثانیه لولاش تموم نمیشه میشه از راه آهن چیه گس کنسیتر کولا الکتریچیس امریکن فوتسول آخه ما کجا فرستادی؟ مدکیت هم نمیخواد مدکیت چیز مهمیه به خدا کندل رو قمقمه چیزی کولا رو بر آجی اینجا آدم داره این نور چرا آقابش بیفته تو احتمالا میاد فوتبال آمریکایی هم از خودکار از کجا بده کنم این زیر میرا چیزی قایم نکردی نه زارا نکردی اینجا رو دیدی؟ فکرم خودکاره این خودکاره یه چیزی که مونده گس کانسوم داشت مثلا نمیدونم مخزن گاز نمیدونم محفظه گاز یه چیزی توی مایه های نیستی توش گاز داره وای شت خیلی مپش بده واقعا بعد اون وقت تازه باید از اول هم برم و دوباره جعبه قرص باید بگردم اصلا میرن این جعبه قرص نیست ظاهرا اینها جعبه قرص نیستن این هم داره میاد جعبه قرص این هم تو 5 دقیقه و 10 ثانیه رفتیم next level مثلا باید چیکار باید بکنیم خب خیلی آیتم های زیادی باید بدوزیم خب این لیول رو میذارم واسه پارت های بعدی خلاصه دمتون گرم که ویدیو دیدید لایک و سابسکرایب یادتون نره نظر چیزی تو کامنت بذارید و منتظر پارت بعدی این گیم و همینطور ویدیوهای دیگه باشید فعلا خداحافظ